ببین تو کردی نمیدونی؟ آره کردی نمیتونی صحبت کنی؟ خب با تو اون کسی که تو رو فرستاده اینجا از طریق دعا و جادو هیچ قدرت و جرأت و نیرویی نداره، فقط قدرت مال خداست. با تو پول میگیرن خودشونو والا میکنن از طریق پول و مقام و جاه، ولی شما رو تو عذاب میاندازن، یعنی باید سختشو تو بکشی. سعیدو بردی، چی کارش میخوای بکنی؟ میخوای چی کارش کنی؟ کارش دارم. چی کارش داری؟ میخوام دخترم رو بگیره. دختر تو نمیگیره، میخوری زن نمیتونه آخه، نمیتونی، کاری که خدا نخواد تو نمیتونی. تو مگه چی هستی؟ چقدر زور داری؟ اعوذ بالله السمیع الشیطان الرجیم ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم. ساكت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خب آروم باش. زور خدا را دیدی؟ قدرت خدا را دیدی؟ این کلامش فعلا خودش نشون نداده. ازت میخوام عاقل باش. دو تا راه بهت نشون میدم، یک مسلمان بشی، ایمان بیاری، این نیرویی که خدا به ما داده به تو میده. عاقل باش. سایری که شما رو مسخره میکنه، شما رو اسیر و اجیر میکنه، من کاری ندارم. میدونم اونا سلام میکنن، میدونم اشتباه میکنی. این بنده 1000 بار قسمم داد رفتم، نباید سلام کردم، نباید اومدم، نباید بهش گوش بدی. عاقل منم ازش خوشم میاد. نه نکن. ببین هیچ چی نیست. الان زور خودتو دیدی؟ فقط 2 دقیقه خوندم، 10 دقیقه بخونم میترکی. قبول داری یا نه؟ من شارشام وننزل ما جوان بگیرم ایمان ولا يزور الظالمين ولا يزيد الظالمين. إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله. چه میخوای؟ بگو چی میخوای؟ میخوام ببینم چقدر زور داری، چقدر میتونی خودتو اذیت بکنی. اینی که میگی ببین میارزه خودتو اذیت بکنی؟ اینی که میگی، این که اسمشو میاری، اینی که این همه بلا سر ما آوردن، اینی که این همه بنداش سلام میکنن، نوچه نوکرام، اونایی که جلوم خم و راست میشن براشون میفرستن، چرا من اینجوری میکنید؟ دیدی؟ من به دین خودمم، با کسی کاری ندارم. نه دینت مشکل داره، دینت دیگه به درد نمیخوره. این الدین عند الله الاسلام، دین آخر و اول ما پیش خداوند دین اسلام. عاقل باش، مسلمان باش. دوست دارم به قیمتی که نجات پیدا کنی، به قیمتی که بهشت خدا مالت میشه، به قیمتی که ببین ولشون کن، نجاتشون بده. ببین میتونی کل اونا رو با خودت مسلمون کنی. به خداوندی خدا قسم تو هر دو دنیا یعنی به حریت و آزادی مطلق زندگی میکنی. اشتباه این کسی که براش خوندن اومدم دوستش دارم، خوبه.
نه فقط باید دوست داشته فقط مال خداست. باید خدا را دوست داشته باشید. این همه شما میگین و چرا انسان‌هایی که میگن خالق مخلوقاته، چرا اونا این همه کتابی که شما بهش میگین برعکسش میکنن؟ پیش 100 نفر من آوردن، چرا یک نفرشون اونو نخون؟ چرا تو میخونی؟ میدونی چرا؟ چون اونا مثل اسلام خودشون ارمنیان، مسیحیان، مجوسیان، شیطون پرستن، فراماسونن، فقط به اسم اسلام. این بدبختا اونا رو نمیشناسن. یه سیدی که در کتاب جلوش داره نوشته مینویسه این قرآن نمیخونه و قرآن نمینویسه، خود کلمه قرآن داره تو رو عذاب میده. اونا یه چیزی خوندن تو هم خوشت اومده، مگه نه؟ آره نه؟ عالیه. خب انجام بدید، من نفراتم بیشتر میشه. باشه اشکال نداره، ما هم قدرت انشاءالله بیشتر کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این کیه که اسمشو میارید نابود میشه؟ خدایی که تو را آفریده، خدایی که تو را خلق کرده، منو خلق کرده، دنیا را خلق کرده، خدایی که همه موجودات مال اونه. و این یکاد الذین کفروا مسلمون میشه اذیتش نکنیم. چی میخوای چیکار کنیم؟ این چیه؟ این خداست. این بدنی که توشم مگه چی داره که به من نمیدینش؟ چی داره؟ ببین یه چیز بهت بگم، خدا جن و انس رو خلق کرده، هر کسی به نحوی داره زندگی میکنه. بدن انسان ها مسکن و مأوای جن نیست، اشتباه میکنید. اونی که پول گرفته تو را فرستاده به تو گفته شاه شاهان، من تو رو نمیشناسم چون شاه نیستی. اگه شاه بودی من میشناسمت. نه پس من بهت گفت بیا. کجا بیام؟ بگو میام کجا بیام؟ بیا بریم جاییه که هر جا بگی میام. ان الله سیبطله گوش کن داستان موسی و فرعون شنیدی؟ توشون بودن. خوب گوش کن. فالقی السحرة ساجدین، یادت میاد؟ آره یادت کل سایره دور برم فرعون همه ما را آوردن ولی موسی اساس رو انداخت. فالقی السحرة ساجدین، کل ساحرات سجده کردن، مگه نه؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. یک کلمه از قرآن داره عذابت میده، یک کلمه. این کتاب چیزیه که بچه منو نابود کرد. نه چیزیه که زندگی منو نابود کرد. اشتباه میکنید. شما انسان ها میگید که زندگی خوبه، میگید بچه هاتون شیرینه براتون، بس ما چی؟ بس بچه های ما چی؟ تو باید از کسی انتقام بگیری که اون کار رو باید کرده. با اون کتاب فقط با این میتونه. نه این چرا؟ از تو شاه نیستی. شاهی که نتونه مملکت اداره بکنه. همونی که تو اسمشو میبری چیزایی گذشته جلوم که نمیتونم. نه اشتباه میکنی. اگر میتونستم. چی گذشته جلوت؟ دیواری از نور. تو مسلمون شو، ایمان بیار و ببین فقط چی میبینی با چشای خودت. به خداوندی خدا قسم، یعنی لحظه به لحظه غصه میخوری با حال آینده. بس گوش بده مردمم، بیاین به حرفاش گوش بدین. ببینید حوایی یا من. گوش کن. من اینجوری باید معامله میکنم. من میگم همه ما عبد و بنده و امت کسی هستیم، ما را درست کرده. یه انسان تو را خلق نکرده، شما خدا شما را خلق کرده، ولی اونقدر بی قدرت و بی جرأتین رفتی اسیر کسی شدید که به خود جنس خودش که انسان رحم نمیکنه. اون ارمنی مگه انسان نیست؟ آره اون وقتی انسان به انسان
رحم نمیکنه میخواد به جن رحم بکنه که نمیبیندش؟ و یه سوال بله. بگید ببینم و چرا سلام میکنید؟ شما مگه نمیگید اون یه نفر؟ مگه نمیگید اون تکه؟ مگه نمیگید اون بزرگه؟ بله. و چرا ما رو سلام میکنن؟ چرا بی اجازه این بلا رو سرم میارن؟ سر کی میارن؟ خودتون میخواید. خودتون میخواید. پس چرا سر ما نمیارن؟ این آقا اگه نمیرفت قبرستون چرا این همه دور و برش آدم اصلا چه نرفتن؟ چرا این اتفاق واسهشون نیفتاده؟ نه. اگه اون بچه‌ای که پیشش بود، اگه اون بچه‌ای که رفته بود بالا سرش نبود، همون لحظه میبردمش، نمیذاشتم به این زمانو برسه. اصلا نگو، اینا کلان چرته. چرا اونایی که ببین. اسمشو به اون میارید، چرا اون بزرگانی که این کتابو براش اومد اومدن پیش این؟ کدوم بزرگان؟ همونی که بهش میگید محمد، همونی که بهش میگید اومد پیش کی؟ پیش این. پیش کی؟ دروغ بهت گفتم. کی گفت؟ چند سال سن داره؟ چند سال سن داره؟ کی؟ محمد کل آدما اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج دست مردم میرفتن پیشش. محمد اونقدر دستش باطل و بطال نبود که بیافته دنبال مردم. محمد میرفتن پیشش، نمی اومد پیش کسی. وقتی که اومد این یک نفر قسمش داد که بیاد. کدوم محمد اومده؟ شاید یکی مثل خودش رفته پیشش. نه، کسی بود که این همه آدم جلوی پاش بلند آدم الان هستن، الان تو مملکت ما ایزران هستن که آدمای جایی دارن بلند شدن جلوی پاش. نه اینا چرته. شروع کردن اون کتاب خوندن. همه اینا چرته. تو اونی که تو را فرستاده با اسم کتاب محمد که میاریم تو فقط دیوونه میشی. اسم کتابش قرآن، فرقان، یاسین. پس خودش اومده چطور رئیس شما بلند شده؟ ها؟ این کتابش من اسمشو میارم تو دیوونه میشی که میگی شاهم. چه برسه به مردمان چرا میترسیم؟ گوش بده. پس من میخونم گوش کن. نه. بله. ایمان بیاد به اذیت نشی. ایمان بیاد. اعوذ بالله من الشیطان ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چی میشه؟ میخوام با دل و جون بیای، نه با زور. نه این کلام من اذیتت بکنه. میخوام گوش کن. اگه دوست داری مسلمان بشی من یه دقیقه میخونم خسته نشی. یه دقیقه میخونم فقط گوش کن. اگه بخوای مسلمان بشی اذیت نمیشی. قبول داری یا نه؟ فقط 4 تا شرط دارم. یک. دلیل برام بیارید. آفرین. یک. شما که این کتاب دارین چرا کلامشو برعکس میخونید؟ جادوگرا میخونن. چطوری برعکس میخونن؟ فکر میکنید به زبون ماها میخونید؟ نه. ولی کتابو برعکس میکنید یا آب میندازین؟ ببین درست گفتی. اونو کسی این کاری میکنه مثل اون ارمنیه که داره میگه من با جنا دوستم. قبول داری یا نه؟ ولی داره ازشون کار میکشه. ما داریم کسایی داریم که خداوند شیطان از اون خیلی بهتره. خودش میشناسه. کسایی را داریم تو همون تکاب و سهران خیلی جای دیگه به اسم انسان قرآن رو برعکس می نویسم میاندازه تو چارت و فاضلاب تو رودخونه. واسه چی؟ یکی مثل این آقا سعید بدبخت بکنه. ولی همین قرآن رو که دارید عین درست حسابشو میخونید اونم دیوونه میشه. سوال دوم شما که میگید ارمنیا اینجورین اونا دین و ایمون ندارن، پس چرا یکی از خوبانتون پیششونه؟ چیه ما پیشونه؟ چرا میگن اجنه های خوب اسم خوب پیششونه؟ نه، اجنه های خوب مسلمونن، جاهای خوب زندگی میکنن. یک
بوی بد و دوست ندارن، مثل بوی فاضلا و کثافت. اینا بوی اصل مسکی که من زدم تو را دیوونه کرد. نه، همه از اون بو خوششون میاد. این یک. دو، غذاهای حلال گوشت میخورن، گوشت مردار نمیخورن، کثافت و نجاست نمیخورن، خون نمیخورن، جاهای کثیف مثل دستشویی و حمام زندگی نمیکنن. ولی شما اون جاهایید، مگه نه؟ سوال سومه چرا به هم دیگه احترام نمیذاریم؟ چرا پشت هم حرف میزنیم؟ مثلا پدر همین بچه، همین مرد که میخوامش، چرا پشت خود پسرش حرف میزنه؟ چرا حرفای نافرمی پشت هم دیگه میزنه؟ حرفتو دوست دارم. یه چیزی بهت بگم، یه شخص رو به پای دین نمیذارم. یه راننده‌ای که بخواد از چراغ قرمز بره رد بشه، با سرعت زیاد تو جاده تصادف بکنه، مقصر قانون یا نفره. کتاب ما راه رو به همه نشون داده. خیلی ها هستن، همون ارمنیا یه زمانی گوش کن بطا، ارمنیا زمانی خداوند دین و کتاب بهشون داد، قبول داری؟ اون وقت واسه زمان خودشون مقدس بودن. بهشون گفت مسیحی میاد، یه نفر به اسم عیسی مسیح میاد، دین رو به جوری دیگه بهتون میگه. به مسیحا گفت محمد میاد، یه جوری دیگه بهتون میگه. ولی کسی که اون زمان دین مسیح رو، یهود رو، مسیح رو، اسلام رو قبول کرد، دیگه درست شد. حالا کسی میخواد مسیحی باشه، ارمنی باشه، دیگه مشکل داره، چون دین اصلی یعنی جنس اصلی تو بازاره، همون کلام خداست. کل کتاب ارمنی رو مصرف میکنم، ببینم حرکت میکنی اذیت میشی، چون کتاب دستکاری کردن. ولی قرآن من نه. بل هو قرآن مجید، گفتی آروم میشم. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. خداوند قرآن رو در لوح المحفوظ قرار داد، کسی نمیتونه از یه نقطه ازش کم و زیاد بکنه. واسه همینه که کسایی میخوان این کارا رو میکنن فورا مشخص میشن. چون اگر قرآن رو درست حسابی بخواد بنویسه، جن شیطون و کافر به حرفش گوش نمیده، کار غلطی نمیتونه بکنه، بعد هیچی میمونه. سوال چهارم فقط جواب اینو میخوام. خب شما که ادعاتون میشه انسانید، بزرگ خلقید، همه چی دارین، همه کار میکنین، ولی چرا به همون کتاب گوش نمیدین؟ چرا به اون کتاب عمل نمیکنین؟ حرفت خیلی قشنگه. قرآن میدونی تو همون کتاب چی میگه؟ میگه بل اکثرهم لا یعلمون. اکثر مردمی که این کتاب رو ما براش فرستادیم بهش عمل نمیکنن و اکثر اونها کجان؟ تو آتیش جهنم. هر کسی اصلا غذای رو گذاشتن جلو ما، بخوای یه لقمه بخوری، بخوای همشو بخوری، چقدر زیادتر بخوری، بیشتر بخوری، بیشتر سیر میشی. کسی که بخواد از قانون خدا تخطی بکنه، خدا روز قیامت یقه‌شو میگیره. یکی از نعمتایی که خدا به ما میده سن زیاده. یارو 50 سال، 60 سال، 100 سال عمر میکنه، عمر داره، سن داره. واسه چی؟ واسه اینکه به اشتباهش پی ببره. من اگه خطا کردم نباید تو منو ببینی، خدا رو ببین، قانون خدا رو ببین. بخونم واسه امیدوارم انشاءالله قبول کنید. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حالی شدی؟ الان وضع چطوره؟ راحت شدی؟ آروم شدی؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. ذکر خدا، یاد خدا، کلام خدا دلها رو آروم میکنه. به اون خدا قسم اگه کلام خدا نبود الان دنیا به هم ریخته بود. میبینی آقای جورج بوش توی کنفرانس بزرگی میخواد به خدا و دین خدا شوخی بکنه، میخواد یه آیه رو بگه، دقیقاً 7 دقیقه وقت گرفتن هر کاری میکنه نمیتونه کلام رو به زبون بیاره. اینو قبول کن. خدا کسی نیست، چیزی نیست که هر کسی بخواد بهش لطمه بزنه. خدا همه رو وارونه میکنه. از همون خدا یه اجازه میخوام همیشه با این قسم باشد. میشه با همه کس هست، فقط کسی از خدا دور باشه خدا ولش میکنه، ولی کسی به سمت خدا بره خدا باهاشه. صدا میکنه. چی صدا میکنه؟ یه کسی گوش نده. من بالا صدا نه آیت الکرسی بخون. یه چیز بهت بگم. باید برم. نه نکن این کارو. میدونی چرا؟ بری بیچارت میکنن، به خدا بیچارت میکنن. من میخوام آزاد باشی، میخوام بفرستمت یه جایی مثل مکه، برو خودت نگاه کن ببین اونجا رو دوست نداشتی هر کجا خواستی برو، میخوام خودت آزادانه بری. باشه ایمان بیاری، بگو اشهدو الا صدای بلند بگو. اله ادم ربی بس اله ها الا الله. گوش کن یه دعایی واسط بخونم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یا ربی خو از منی بس که انشاءالله خدایا بهش قدرت بده، نیروی انسانی بده، نیروی ایمانی بده، زبونشو باز کن که بتونه مسلمون بشه، ایمان بیاره، آزاد با کل دار و دستش بره زندگی بکنه. تو الان نیروی خودتو داری، میتونی همه رو نجات بدی، به خداوندی خدا میتونی کاری کنی که اون آقایی که تو رو فرستاده مثل سگ به پا بیفته. قبول داری؟ بگو اشهدو الا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. الله ربی و محمد نبی و قرآن امامی اسلام دینی. بگو خدایا قول میدم
قول میدم. تعهد میکنم دیگه گوش به فرمان غیر تو نباشم. خدایا توبه میکنم منو هدایت بده توفیقم بده در راه دین خودت. آمین. مبارکت باشه. الان اسمت اسوه بود نه؟ اسوه چند نفر باید بود؟ بالای 500 همه مسلمون شدن؟ الله اکبر الله اکبر الله الدین الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزت مال خداست، مال پیامبران خداست، مال مؤمنان خداست. هر کسی که تو دایره آدمای خدا باشه، چه جنس چه انس باشه چه جن، محفوظه، در امانه. هیچ کسی هیچ قدرتی هیچ نیرویی نمیتونه اذیتش بکنه. دیدی منم مثل تو هم، شاید تو از من نیروت خیلی بیشتر باشه، 5-6 نفر آدم تو را گرفته بودن نه، ولی کسی منو نگرفت. کلام خدا را گفتم، شاید به خدا تو از من خیلی بهتر باشی. الان اگه توبه کنی، توبه واقعی بکنی، مثل این هستی که یه تازه از مادرت متولد شدی، یعنی اول روز زندگیت میشه. خوشحال میشی یا نه؟ چند سال سن داری؟ بالای 10 قرن، یعنی 100,000 سال. زمان امام عمر اشته نه بخله. چند دقیقه دیگه قرآن واسه میخوانم بعد برو. خب فقط یه چی میگم میرم، بو مراقب این پسر باشه، چشم قدرشو بدونیم. کسی بود که 1 دقیقه اسم اونو بل نکرد، دعای مادر و پدرشو بل نکرد، عذابش ندیم. اونم به همون ایمان داره. این زمان کیه؟ این همه عذابش میدین به همون خدایی که بهش ایمان آوردن نزدیک میشه. نه انشاءالله کسی اذیتش نکنید، گناه داره. نه انشالله کسی ازش نمیکنه. ببین الان کلا باشون اومدن، کلی راه اومدن فقط دنبال این پسره که خداوند کارش درست بکنه. هر کسی هم هر کاری بکنه فقط کار خداست، کار کسی نیست. الان اینو باید از خدا بخوایم، نه از من یا از کسی دیگه. بگیم خدایا دور بر این آقا رو مهربان کن تا بتونن بهش کمک کنن. همین گفتن ولی هیچ کس گوش نمیده. نه این دفعه فکر نکنم گوش ندن. به خدا کسی بخواد کسی بیان بنده ای رو اذیت بکنه اذیت میشه، یه ثانیه به مرگش مونده باشه. نه عوض نکنی باشه. دلت میخواد اسمت عوض کنم یا همون اسم رو میخوای؟ اسمم عوض کنید. اسمتو بذارم محمد. معنیش چیه؟ محمد یعنی حمد شده، ستایش شده، یعنی آدم درست حسابی که همه دوستش دارن. یعنی اسم پیغمبرتون؟ اسم پیغمبر ما اشکال نداره، منم اسمم محمده. میخوام شخصیت محمدی بگیریم، کسی باشی که روز قیامت خود پیغمبر ما خودش ازت بخواد بگه محمد بیا من میخوام تو رو بفرستم به بهشت. قبول داری؟ این اسم من مردم از این به بعد اسم من محمده. سمیتوک بی محمد، سمیتوک بی محمد، اسم تو رو گذاشتیم محمد. یک چیز دیگه، بله اسم زنم عوض کنید. اسم زن چیه؟ اسمی. اسمی؟ میخوای اسمشو بذارم عایشه، خدیجه، فاطمه، چی خودت دوست داری؟ کدوم که تو دین شما ارزش؟ همشون ارزش دارن مثل همن. خدیجه و عایشه زن پیامبرن، فاطمه دخترشه، ام کلثوم دخترشه، رقیه، زینب، اینا همه مقدسن. خیلی اسما پیش ما مقدسه. اون زمان که من حضرت محمد بودم صلی الله علیه از شب قرآن براش نازل میکردن، بودم کنارشون، یه دختری باش بود، خیلی عذاب میکشید. فاطمه. اسم اون رو بذارید. عذاب میکشید؟ دختر بود یا زن بود؟ خدیجه نبود؟ زن خودش نبود؟ زن خودش. زن اسمش رو نمیدونم. عایشه دختر کوچولویی بود نه؟ اسمش عایشه بود، دختر ابوبکر، زنی که خداوند خودش تو آسمون ها نکاحش کرد و عقدش بست.
سمیتو کی بی عایشه، اسمشو گذاشتیم عایشه. ایزن مردمم از این به بعد اسمش عایشه است. ایشون ظلم با بندیاری نکردی اما با مکه تواجه. الان دیگه تو یه شاه درست حسابی هستی، یه شاهی که خدا مقام بهت میده، نباید زیر دستاتو اذیت بکنی، تمسخر بکنی، تحقیر بکنی. باید مثل خودت، خانواده خودت با همشون برخورد بکنی. آزاد باشن. قبول داری یا نه؟ از همین الان هر کی به دین خودش، هر کس دوست داره پیش من بمونه، یه درصد عذاب نداره. هر کی هم دوست داره هر جا بره آزاده. همتون آزاده. آفرین.